الان زمانیه که ما در واقع آخرین باریه که مثل اینی که داریم از یک پل میریم. این پل بعد از اول فروردین 21 مارچ پشت ما شکسته میشه و دیگه راه برگشت نداریم. برای همین باید تمام قوای خودمون رو بذاریم تا بتونیم تا جایی که میتونیم من گذشته رو در خود بکشیم و یک من جدید خلق کنیم و این در تمام قسمت‌های زندگی ما باید که عوض بشه. زمان پرواز کردنه، زمان از زیر خاک بیرون اومدنه و تبدیل به ققنوس شدنه، زمان تبدیل از کفتار به عقابه. ما همگی میتونیم پرواز کنیم، ما همگی میتونیم به خود برترمون برسیم، ما همگی میتونیم از خودمون همونی که هستیم مدل بهتری به جامعه و به جهان هستی و ما در زمین بدهیم. دگرگونی‌های بسیار اساسی در زندگی یکایک ما در این ترانسفورمیشن، در این تبدیل انجام خواهد شد و یکی از کارهایی که ما باید بکنیم همین آشتی با کودک درونمونه و به هارمونی رسیدن سه تا بدنهای ماست.